نه دیگه مگه ما اونجا باشیم پشت رو آره بیایم اونجا خیلی اصلا رو بیم بهتر چون من گفت راهنمایی گفتم نه من زردالی هم بشم دار از بزن من بخاطر باید بزنیم براشون، شادی کنیم براشون. انشالله اینم برای ما این کارا رو انجام بدن. سلام بفرم بفرم سلام علیکم خیلی زحمت کشید منت کشید ما در خدمتتون محمد آل محمد خط
لباس حالا اگه بشه خوردی و هی داریم دور گردم خوشناس نبود. تو کنی خب دیم وستو. حالا امروز بیا. نگاه کاسه نبودیم ضعف نه جلوش بسته بله وقتتون تکی مثلا همای ما اشایری ما وقت دارن نزدیک هم دارن ولی ایسا نه چون یه هم باری هم یکی تو اونورونین هر کی میل زمین خواست زندگی کنه یعنی زمیناتون جدا باین برمیدن که مثلا هر کی مال خواست بله این زمین خواست زندگی اشتغال برای عشایر عزیزی که در این منطقه هستند را در زمینه صنایع دستی کمک کردیم تا بتونن تولیدات صنایع دستی خودشون را در خود چادرهای عشایرشون تولید بکنن و بازاری را فراهم کردیم که بتونن این تولیدات صنایع دستی خودشون را در زمین مثل چنته بافی، وریس بافی، مفرش بافی، اینها تولیدات صنایع دستی عشایر هستش که تولید میکنن و بازاری که براشون فراهم شده میتونن بفروشن و ادامه زندگی خودشون را در این منطقه داشته باشن که این خودش باعث توسعه گردشگری پایدار خواهد شد. مردم در این منطقه شهرنشینی یا زندگی دوگانه کوچرو داشتن، یعنی زمستان ها تو مناطق گرمسیر خوزستان اقامت داشتن و تابستون کوچ میکردن به مناطق سردسیر استان چهارمال و بختیاری. شغل اکثر مردم این منطقه دامداری و کشاورزی و عمدتاً دامدار هستن. حدود اوایل بهار به مناطق زاگرس میان از استان خوزستان که مناطق خنکتری هست و اواخر تابستون و اوایل پاییز این مسیر رو برعکس میرن و میرن تو استان خوزستان مناطق گرمسیرتر. از مناطق مختلف هستن که مسیری هستن که عشایر میتونن از این راهها کوچ کنن و دام و حیواناشون رو از این مسیر ببرن. البته الان بیشتر با کوچ پاییزه با ماشین خودرو انجام میشه، سوار کامیون میشن و میرن تو مقصد. ولی کوچ بهاره معمولا 95% کوچ بهاره به صورت پیاده برمیگردن. بین 1 ماه بستگی به مکان‌های مختلف داره تا 3 ماه این کوچ طول میکشه. ماهی بزرگترین ماهی که گرفتیم قبل 57 کیلو بودش. ماهی اردک ماهی بودش. بله اردک ماهی 57 کیلو بود. بله هیچ دیگه تقسیمش کردیم، زحمت چه کشیدم بچه‌ها خوردنش دیگه. بعد شما هستیم یکی از قسمت‌های ثبت شده منطقه زیستکره هستش که دلیل اینکه اینجا به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره انسان و کره مسکون در
سازمان بین المللی یونسکو ثبت شد اینه که به دلیل شرایط جغرافیایی و زیستی و شرایط خاصی که در سطح جهان آمادگی در سطح جهان معرفی شد، اینجا به عنوان زیستکره تنها ذخیره‌گاه زیستکره ثبت شد که زمانم گوش شما بیارم ماهی برات گرفتم 57 کیلو. زمانم گوش شما بیارم. لوبیا رو نشانش بده چیه؟ خسته نباشی. خوبه.